شناخت پدیده سکولاریسم، بخش نهم. چه کسی دین مسیحیت را تحریف کرد؟ موضوع تحریف در دین حضرت عیسی علیه السلام که تقریباً 10 قرن را در بر گرفت و حتی می توانیم بگوییم تا کنون نیز ادامه دارد، بسیار زود آغاز شد، یعنی در زمانی که هنوز حواریون در قید حیات بودند. همه منابع و مصادر تاریخی اتفاق نظر دارند که نقش اساسی در تحریف و تغییر دین حضرت عیسی علیه السلام و آموزه‌های آن به مبشری از پیروان حواریون که مسیحیان تحریف کننده وی را پولس رسول مینامند برمیگردد. او ادعا داشت که فرزند الله است و این ادعای وی اولین هسته تثلیث در دین مسیحیت بود. پولس در اولین اقدام خود توانست عقیده توحید و یگانه پرستی مسیحیان را که ارمغان بالا و هدف والای رسالت حضرت عیسی علیه السلام بود منهدم و تخریب کند. وی نظریه اب یعنی پدر، ابن یعنی پسر و روح القدس یعنی جبرائیل را به عنوان توحید و عقیده صحیح مسیحیان تبلیغ و گسترش داد. این نظریه باطل پولس آنگاه وجهه شرعی گرفت که یکی از پیروان وی اقدام به نوشتن انجیل 4 که منسوب به یوحنای حواری بود کرد. بدین صورت توحید که ارمغان همه پیامبران و حضرت عیسی علیه السلام بود تبدیل به تثلیث و اقانیم ثلاثه شد و مسیحیان به این موضوع مبتلا شدند. این عقیده در میان خود روشنفکران و علمای مسیحیت قابل فهم و درک و حل نبود. عقل بشر همواره بر کلیسا اصرار و پافشاری داشت تا جواب قانع کننده به آن بدهد که چگونه ممکن است 1 جمع 1 جمع 1 مساوی به 3 چگونه 1 می شود. اما کلیسا همواره در جواب می گفت این یک راز است و عقل توان درک آن را ندارد. لذا برای پوشاندن بطلان این نظریه همواره ادعا داشتند که آموزه های دینی اناجیل نباید مورد بررسی و ارزیابی عقل قرار بگیرند.